أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. موضوع امروزه دیدار خدا حق است. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. یعنی خداوند متعال در آخرت دیده می شود و مؤمنان پروردگارشان را در بهشت بدون تشبیه و کیفیت خواهند دید و هیچ فاصله بین او و بین بندگان مؤمن نخواهد بود. دوستان عزیز، اکنون بیایید شرح گفته های امام ابو حنیفه را ببینیم. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: خداوند تبارک و تعالی در آخرت دیده می شود. در این مسئله اهل سنت و الجماعت اتفاقند، زیرا این در قرآن مجید و احادیث نبوی وارد شده و ثابت گردیده است. دوستان عزیز، این را بدانید که اگر مؤمنان خداوند را در جنت نمی دیدند، پس در قرآن مجید بندگان رد شده را سرزنش و هشدار داده نمی شد که فردا چون الله تعالی جمال جهان‌آرای خود را نشان دهد، پیش آنها پرده حجاب می گردد و آنها روی خالق خود را نمی بینند. مؤمنان به دیدار خالق خود مشرف می گردند، بی تشبیه و مانند و بی کیفیت و بی کمیت، یعنی هیئت و منزلتش را گفته نمی توانیم. ما فقط گفته می توانیم که خدای خود را در جنت به چشم سر می بینیم و این چنین نیست میان الله تعالی و خلقش مسافه دور و نزدیک و نه به هم چسبیده و نه از هم جدا. آنچه را که عقل تقاضا دارد در این باب ما این را صرف نظر می کنیم و آنچه را که نقل ثابت کرده است، یعنی در قرآن و سنت آمده است، ما همان را ثابت می دانیم و ایمان می آوریم. این همه از جمله متشابهات است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر وقتا که اهل جنت به جنت داخل شوند، الله تعالی به آنها می گوید: اراده دارید چیزی را که من او را برایتان زیاده سازم؟ پس می گویند اهل جنت که آیا سفید نکردی رویهای سیاه ما را با نجات دادن ما از نار و داخل جنت گردانیدن؟ رسول الله ادامه می دهند: پس می بردارد پرده را از روی اهل جنت و نظر می کنند به سوی الله سبحانه و تعالی و می بینند و می فهمند که هیچ چیز بهتر از جمال پروردگار در جنت نبوده است، بی تشبیه و بی کیفیت و بی جهت، و خداوند در این مسئله باز داناتر است. شخصانی هستند که می گویند خداوند را در خوابم دیدم. در کتاب معتبر قاضی خان در این باب آمده است که سخن در این موضوع نباید باشد، زیرا در این مسئله سخن کردن به خرافات می برد. دوستان عزیز، برای خاطر این مسئله روشن شود یک چند مثال ها می آورم. مثلا ما می گوییم که آدم، وقتی که آدم می گوییم در فکر و خیال ما الکی تصور کردیم آدم چه خیل است و آن سبب که ما آدم را دیده ایم. وقتی که ما می گوییم که کوه، الکی در خیال ما تصور می شود که کوه چی طور است، برای خاطری که کوه را ما دیده ایم. وقتی که ما می گوییم که آتش، علاب، الکی در خیال ما تصور می شود که آتش، علاب چگونه است. وقتی که ما می گوییم که خانه، الکی در تصور ما پیدا می شود خانه. و وقتی که ما می گوییم که الله، هیچ خیال، هیچ تصور باید نباشد.
چون که ما خداوند را در این دنیا ندیده ایم و تنها او را در روز قیامت دیدن ممکن است بی تشبیه و بی جهت و بی کیفیت. و خلاصه درس امروزه این است که علمای ما، علمای اهل سنت و الجماعت، همه اشان به اتفاق هستند که مؤمنان در جنت خداوند را می بینند و بهترین لذت جنت این نظر کردن به حسن و جمال پروردگار است. در آخر دعا کنیم که خداوند این را به ما نصیب بگرداند و جنت الفردوس در آمدن هر یک ما را نصیب بگرداند و دیدار حسن و جمال خود را بر ما مشرف گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.